از جوان بزرگتر، شیرتر و کاملتر. بعد از هم بعد از شب تهران من همه زندان خودم رفته بودم به وسعت خانه کشتی که ایران خوشبختانه دادگاه شهید سلیمانی هست نامگذاری شده 8 تخت کوچک 12 در 12 با این وسعت امکانات بعد از کمپ تهران این بزرگترین کمپ کشتی ایران هست که این به هر حال زحمات زیادی کشیدن آقای مسعود سلطانی رئیس هیئت کشتی کرمان همچنین مدیر کل ورزش جوانان آقای طارق صحبتی همچنین آقای علیزاده در خیلی زحمت کشیدن حمایت کردن کار زیادی شده کار بزرگی کار بزرگی هم اما تلاشی زیادی کردن خدا به همه‌شون بهتر بده برای این دوستان که واقعا محروم واقعا اومدن کمی رو فراهم کردن جوانان و جوانان رو میان برداشت کنن که استعداد دارن میان برای ایران هنوزن حالا اونا هم که استعداد ندارن سلامت هستن میان بدنشون رو سلامت میکنن این سالن این کمپ خانه کشتی شیخ سلیمانی اینا بسیار مثبتی در شهر خواهد داشت برای تخت جوان خواهد داشت اما اینها رو زیادی خواهد داشت که نسل جوانان سلامتی هم بوده من خوردم در سنی دیگر داشتیم که یه سال 6 ماه ثمره بده و اما چند سال باشه این نوجوانان یا جوانان یا سالات کنن می‌تونیم در سطح المپیک بچه‌های جوان برای ایران عربی مهارت‌مند کنن روح شهید سلیمانی شاد شهید سلیمانی هم خودش کشتی با سنوات کشتی رو پیگیری کرد هم با آقای دبیر در ارتباط هم با ما در ارتباط سوال می‌کرد خیلی دوست داشتم چرا بچه‌های کرمان میان اول خودمان آمدهشون رو بعد شهرشون بعد میان نردبون شاد کنن و از اتفاق خواهد بودن و جالب دیدن میگم یکی از فعالترین هیئت کرمان مشکلات زیادی داره اما با این همه مشکل کار کشی 25 شهرستانی حال کشی جاده و احمد کرمان شهری اسمانی شهرستانی کرمان فعال شدن هم با همین فرمانده